سلام، من تاکس هستم و به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. اومدم چند تا دک بهتون معرفی کنم تو کلش رویال، 2 تا جدید و 2 تا نسبتا قدیمی. پس با من همراه باشید. بریم سراغ شما دک اول. خب این دک اولمونه که من حالا قبلا که اوایلی که کلش رویال اومده بود، حالا به مرور زمان به روز رسانی شد، من این حالت این پلی میدادم، یعنی عکسی که میبینید. فکر کنم آخرین باری که بازی کردم 3 سال پیش بود، 2-3 سال پیش بود، یعنی خیلی سال حالا بازی نکردم، دقیق نمیدونم. ولی حالا در آینده شاید گیم پلی ازش داشته باشیم و من حالا یه ذره بازیمو قوی تر کنم. خب اینم که حالا در ضمن بگم دوستم به معرفی کرد و منم باش پلی میدادم. آره این جز اولین دکامه. حالا بریم سراغ دک شماره 2. خب حالا نوبت شما دک دوممونه، شماره 2. این دکم حالا من اواخر، یعنی حالا این پلی میدادم باش، همین تازگی ها، یعنی تست میکردم. اینم واقعا دک به درد بخوری. این دکم حتما تست کنید، دک جدیدیه واقعا. الان تو حال حاضر تو سال 2025 دک خیلی خوبیه، تستش کنید اینا حتما. بریم سراغ شماره 3. خب میریم سراغ شماره 3 مون، دک شماره 3. این شماره 3 دکش واقعا به کار میاد. حالا من نمیدونم، یعنی در جایگاهی که فعلا حالا نیستم نظر بدم، ولی چون من تست میکنم اکثر دکا رو، یعنی کلا همه شخصیت ها رو با هم حالا اتک و اینا رو همه رو، دفاعی و اینا رو همه رو تست میکنم. این حالا حاضر تو 2025 خیلی خوبه. آره خیلی خوبه که بخوایم باش پلی بدین تو 2025. حالا اگه خواستید درباره دیفندر و اتک و اینا بگید چه دکایی حالا بر اساس اینا بگم، هم حتما بهم. حالا من این دکو به شما معرفی میکنم که خیلی خوبه. آره خواستید بگید من معرفی میکنم. بریم شماره 4. خب اینم دک شماره 4 ما. این دکم خوبه. حالا من نمیدونم سلیقه شما رو چه بابت 2024 اواخر 2024 که من بازی میکردم رو به 2025 خیلی این دک خوب بود. حالا نظر خودم هم هست روش، ولی به پای 1 و 2 نمیرسه اصلا. 1 و 2 یه چیز دیگه است برای من حداقل. باید ببینید خودتون چطوری و چه سبکی میخواید پلی بدید. حالا توی کامنت ها به من بگید که شورت ویدیویی که میخوام بگیرم در مورد حمله باشه، هجومی تر باشه یا دفاعی تر باشه. این دکم من بهتون پیشنهاد میکنم، این دکم خیلی خوبه. حالا بریم سراغ دک شماره 5 بازی. حتما بهم اینی که گفتم تو کامنت ها بگید که اتک دوست دارید یا دفاعی. میرسیم حالا شماره 5 این دک. اینو من گذاشتم شماره 5. انا اینو گذاشتم شماره 5 که حالا 5 هم براش خوب بود، ولی واقعا اینم دک فوق العاده ایه. این دک هم واقعا خوبه. حالا اگه خواستید اینم بهتون حالا پیشنهاد میکنم برای قدیمی و حالا تو کامنت ها بهم بگید که اتک میخواید بازی کنید یا دفاعی میخواید کار کنید، هجومی یا دفاعی میخواید حمله کنید یا بیشتر تو فاز مثلا دفاعی کنترلید. چرا انگار FC انگار. ولی خب اگر خواستید اینو حتما به من تو کامنت ها بگید، به همه نظراتو نگاه میکنم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.